به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران و خواهران عزیز، پدران و مادران، همدیاران گرامی، اینک ماه شریف رمضان فرا رسید و یک شما را با فرا رسیدن این ماه مبارک تبریک میگیم و از خداوند منان برایتان قبول عبادت ها و سعادتمندی دنیا و آخرت را تمنا دارم. پیش از همه میخواستم برادران زندانی را به این ماه مبارک تبریک بگویم و امیدوارم که ایشان با اون همه صبر و تحملی که از خود نشان دادن، با اون جسارت و مردانگی، انشاءالله که این ماه پرفیض را هم با صبر و تحمل در پس دیوارهای زندان سپری خواهند کرد و ما برادران خود را در هجرت، اونهایی که برای آزادی اونها تلاش کرده ایستادند، از دعای خود فراموش نخواهند کرد. این چنین برادران مهاجر را ناوابسته از آن که در کجای دنیا آنها قرار دارند، چه مهاجرین سیاسی و چه مهاجرین اقتصادی را نیز تبریک میگیم و دعا میکنیم که پروردگار هر چه زودتر آنها را به وطن برگرداند، به دیدار خویش و اقربا و با خانواده و نزدیکانشون با هم باشند. و اخیراً میخواستم به مردم شریف تاجیک را، کسانی که در وطن هستند، به خصوص پدران و مادران، اقربا و نزدیکان زندانی های سیاسی و مهاجرین را تبریک بگویم. تبریک خاص که زحمتی اساسی را ایشان میکشند و اونا هستند که هم در فکر زندانی های سیاسی هستند و هم در فکر فرزندان مهاجر خود. و این ملت شریف و بزرگ واقعا هم از خود استواری، مردانگی و صبر و تحمل را نشان داد که انشاءالله مطمئنیم در ماه شریف رمضان هم از که اگرچه خیلی ماه گرم و تفسان هست، از این صبر و از این شکیبایی خود بار دیگر آن را به نمایش خواهند گذاشت. هموطنان گرامی، شاید این بار اول است که بنده پیام خود را نه به طور مکتوب که دائم انجام دادم، بلکه به طور ویدیویی پخش میکنم و این هم یک سبب دارد. سبب آن است که چند پیش یکی از شهروندان تاجیکستان را با نام علی جان شریپوف، مقامات تاجیکستان، فقط به خاطر لایک ماندن در یکی از ویدیوهای ما 9.5 سال زندانی کردند که البته این یک حادثه گوشناشونی در تاریخ محکمه های دنیا هست. تا حال هیچ کشور، هیچ دادگاه نفره را به خاطر لایک ماندن در این یا آن برنامه یا سایت به مدت 9.5 سال وارد زندان نکرده است. البته برای تاجیکستان جای تعجب ندارد، چون ما قبلا هم از چنین حکم‌های دادگاهی زیاد داشتیم که مردم را بدون کدام گناه به حکم ابد یا 30 سال 20 سال وارد زندان کردند و این هم ادامه همون سیاست‌های غلط و ظلمی که بالای مردم کرده شد. اما بنده فقط به خاطر پشتیبانی معنوی از این برادر و به خاطر آنکه نشان بدهیم که با زندان کردن، با حکم‌های سنگین نمیشه پیش راه آزادی را گرفت، پیش راه بیان را گرفت. نمیتوان مردم را، قلب‌های مردم را تسخیر کرد و حکم صادر کرد که مردم چی را دوست بدارند، چی را دوست ندارند. حکومت جمهوری تاجیکستان شروع کرد از آنکه وارد زندگی شخصی مردم شد. آمدن اول مردم چی بخورد، چی بنوشد، چند کیلو مواد را در مهمانی خود استفاده کند، کیها را دعوت کند، کی را دعوت نکند. بعدا قدم را پیشتر گذاشتند و رفتن لباس مردم را چین کردند که چی باید پوشید و چی را نباید پوشید و اخیراً حتی با پایافزال مردم هم که بلندی اون چقدر باشد دست دادند و اینک تمام امور ظاهری مردم تمام شد. الان آمدن به قلب‌های مردم وارد شدند و میخوان اون را هم کنترل کنند و مدیریت کنند که مردم چی را دوست بدارند و چی را دوست ندارند، به کی لایک مانند، به کی لایک نمانند. و بنده هم تصمیم گرفتم که به خاطر مقابله با این ظلم و به خاطر آنکه پشتیبانی معنوی البته از این برادر مظلوم باشد، از این به بعد بیشتری پیام‌های خود و صحبت‌های خود را به طور ویدیویی خدمت مردم عزیزم پیشکش کنم. خداوند نگهبان شما باشد و بار دیگر دعا میکنم که پروردگار عبادت‌های ما را در این ماه مبارک و درگاهش قبول کرده باشد. خداوند نگهبان یکایک ما و شما.